کوثر و آرمان امروز اومدن گردن بنده درست کنن. 1 ماه 2 ماه درست کردن میام بفروشنش. این خانه دوم میخواد. اوکی حالا ببینیم چقدرشه میتونیم بفروشیم. من میگم کستا میخره، میگن نمیخره. حالا آوردمش از خانه بخرید. مدلاشو نشون بده آرمانی. خب زرنگت برای والنتاینز دی آماده کردن. های گود مورنینگ. مرا مجبور کردن که بریم ما مفروشم. Thank you. ببینم چقدر فروختی؟ اوه $15. خب بریم. از آرخ $15. من گفتم کسته میخره ولی خریدن. خب زرنگ کرد. از زود پول آزاد شد. ببینم پولاتو. پولا خب بریم. $2. اب نداره. $2 داده؟ اب نداره بریم. $7 داد. $7 داد. خب بهش گفتی $5. خونه مونده؟ خب بریم. مواظب باش سرعت من آهنه نزنی. در زدین دور بایسین. کوثر دور وایسین سگ داره. بکر اوکی thank you. Okay thank you. خرید؟ نخرید؟ اب نداره. اولده میخره؟ اولد هست نه دیر هستم. اوکی پسره میگه مامانم خونه است. برو. اما بیا. بریم. نرفتی؟ پسره گفت مامانم خونه است میتونی بری. اینجا بریم. این علف نداره خونه علف نداره؟ خوبه دیگه لازم نیست علف بزنم. پول حیف میشه. پول حیف میشه. خوابن؟ خب بیا بریم. فاطمه تو نمیخوای چیزی بفروشی؟ آره؟ پول شبیه همش با هم شریکین؟
به فاطمه هم میدیم؟ آره با هم یک دونه جایزه میخریم. اوکی. بیا فاطمه. بچه تو هم شریک کرده. همه دستبند تمشیر ساعت یک هست. بله. اوکی برو. نه دیگه شما پسوردش که نمیذارین، فقط در میزنید. اگه کسی در رو باز کرد خونه است، نکرد خونه نیست. حالا بیاین. چند تا دستبنداتون مونده؟ زیاد مونده؟ شریک همیشه میشه پر دو تا لاست داره. اوکی بیا فاطمه. نه دو تا. اوکی بریم اون خونم بگید زود باشه خسته شدم. بیا فاطمه جان. بیا مامی. نفر خانه خوشحال میشه. فرار کردی. از این بر برو نترس. بیای. اب نداره بیای. برو. تو خونه یا خب بری. بری زود تموم کنی. بیا فاطمه جان. بیا مامی. چی میگی فتی؟ خب در بزن. آره.